בשם השם נעשה ונצליח. مسئله اغتشاش فکر و حواس پرتی یک مسئله بسیار رایجی است که متاسفانه علل خصوص در زمانی که انسان به معنویات و به خواندن تفیلا علل خصوص به تفیلای لخش مشغول هست دچار اون میشه. انواع و اقسام فکرها و اندیشه های نامربوط به سراغ انسان میان و باعث میشن که تفیلای انسان اونطوری که باید شاید به درگاه خداوند پذیرفته نشه. بیش از 90% از این حواس پرتی ها و از این افکار نامربوطی که به سراغ انسان میان نشأت گرفته است از اندیشه و فکرهایی که مربوط است به کار و کسب و رزق و روزی و انسان در هنگامی که داره با هشم صحبت میکنه متاسفانه این افکار به سراغش میان و اون رو راحت نمیگذاره. اینه که دانشمندان ما فرمودند انسان باید به این وسیله این افکار رو از خودش دور کنه که اگر انسان مثلا در یک جایی مشغول است به یک تجارت و داره یک قرارداد بسیار مهم تجاری رو با یک نفر دیگه امضا میکنه که حرف از میلیون ها میلیون پول هست و بیان و به این آدم بگن که آقا بیا بریم یه جای دیگه یه تجارتی هست که مثلا حرف از چند صد هزار پول هست نه میلیون و میلیون ها، هیچ وقت اون آدم نمیاد تجارت میلیونی رو رها کنه برای چند صد هزار. همینطور هنگامی که انسان داره با هشم حرف میزنه این بالاترین افتخار است که خدا نصیب انسان کرده که انسان در اون حد هست که میتونه با هشم رابطه برقرار کنه و این در حقیقت یک موقعیت واقعا استثنایی است و انسان نباید به خاطر این موقعیت‌های هیچ و پوچ و گذرای دنیا که اون کار و کسب و این برنامه باشه خدای نکرده این موقعیت بسیار مهم رو به خطر بندازه و اون رو از خودش دور بکنه و با افکار و اندیشه‌های بی ربط خاصالیلا اون رو ضایع کنه. پس اینه که میفرماد عبادش برخو این نکته رو عنوان کرده که تو ترس از من رو سلوه کار خودت قرار بده و اون چیزهایی که باید اجرا کنی رو در راه تو رو و در راه مثبت و معصوم توبین به محل اجرا بذار. منم اون کاری که مربوط به خودم هست و اون که باید به تو رزق و روزی بدم و تو رو از همه نظر در مرحله بسیار عالی قرار بدم اون رو به مرحله اجرا خواهم گذاشت. هیچ حرفی درش نیست. اینکه فرماد هشله خلدنا یابخا، یعنی اون امور خودت رو به خداوند واگذار کن و خداوند اون چیزهایی رو که باید به مرحله اجرا برات خواهد گذاشت. پس چقدر خوبه که قدر اون لحظه‌ای که با هشم صحبت می‌کنیم و راز و نیاز می‌کنیم و این افتخار هشم به ما داده که بتونیم بیستیم و تفیلا برگزار کنیم و با اون راز و نیاز کنیم رو به خوبی بدونیم و این لحظات معنوی گرانبها رو با چیزهای هیچ و پوچ و پیش پا افتاده و بیهوده دنیا از دست ندیم و اون رو ضایع نکنیم. روز خوبی داشته باشید. شاد